باز از زدوخوردی نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان رسانه‌ها خبر دادند. آلمان اعلام کرد که آماده است به فراریان از ارتش روسیه پناهندگی دهد. نزد سفارت قرغیزستان در شهر برلین تاجیکستانیان گردهمایی اعتراضی دایر کردند. خبرگزاری اینترفکس با استناد از خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داد که امروز 23 سپتامبر نظامیان تاجیکستان به دیدبانگاه مرزی تمدیک قسم سرحدی بادکند قرغیزستان هجوم کرده تیر خالی کردند. در خبر آمده است جانب تاجیکستان از توپخانه به دیدبانگاه مرزی تمدیق بادکند تیر خالی کرده به پاسگاه حمله کرد. به اطلاع منبع در نتیجه تیرپرانی تمام اینفراساختار دیدبانگاه مرزی تمدیق تخریب شده است. جانب تاجیکستان با استفاده از فرصت تلاش کرده است که حدود پاسگاه را پاکسازی کند، اما جانب قرغیزستان مقابلیت نشان داده پاسگاه را دوباره باز پس گرفته است. تا حال این خبر را رسانه‌های دیگر تایید نکردند. بنابر در واکیوم اطلاعاتی قرار داشتن وسایل اخباری عامه تاجیکستان سنجش درستی این خبر ناممکن است. تا حال واکنشی هم از جانب مقامات تاجیکستان به این خبر نشده است. با احتمال زیاد این خبر میتواند بافته جانب قرغیزستان باشد. کشور اروپایی آلمان اعلام کرد که آماده است در شرایط معین به فراریان از ارتش روسیه پناهندگی دهد. طوری خبرگزاری میدوزا اطلاع میدهد نینسی فازر وزیر امور داخلی آلمان گفته که عادتاً دیزرتیرانی که به آنها تعقیب شدید تهدید میکند باید تحت حمایه بین المللی قرار گیرند. از این رو هر کسی که دلیرانه به رژیم پوتین مخالفت میکند خود را در خطری بزرگ میگذارد. بنابراین میتواند به دلیل تعقیب سیاسی از آلمان درخواست پناهندگی کند. سازمان حقوق بشری آلمانی پروازول با نشر یک اظهارات از تمام کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرد به روس‌هایی که تلاش دارند از سفربری مجبوری به جنگ فرار کنند پناهندگی دهند. وزیر امور داخلی آلمان گفته است طبق قانون‌های اتحادیه اروپا آنهایی که از جنگی که قانون‌های بین المللی را ویران می‌کنند کنارگی می‌کنند حقوق پناهندگی و حمایه را دارند. به این معنا آلمان و اروپا باید قبول آدمانی را که با پای خود بر ضد جنگ تجاوزکارانه روسیه آواز می‌دهند بدون بیروکراتی تشکیل کنند. گفته می شود در آلمان علیه این پیشنهاد از جانب حزب آزاد دموکراتی آلمان و حزب سبز این کشور طرفداری شده است. همزمان وزارت خارجه چخیه اعلام کرد که این کشور آماده نیست به شهروندان روسیه که از سفربری به جنگ خارج می شوند روادیدی بشردوستانه دهد. گروهی از شهروندان تاجیکستان 22 سپتامبر سال روان در نزد سفارت قرغیزستان در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی اعتراضی دایر کردند. در عکس و ویدیو دیده می شود که در نزد سفارت قرغیزستان در برلین حدود 20 نفر گرد هم آمده اند. اعتراضگران با خود عکس‌های قربانیان مناقشه‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرغیزستان را آورده شعارهایی را به مثل کشتار کودکان تاجیک را بس کنید بلند کرده بودند. این نخستین گردهمایی اعتراضی زادگان تاجیکستان در خارج است که آن در پی مناقشه اخیر مرز دو کشور می باشد.